امروز اومدیم دفتر آقای دکتر مهدی علم‌بی. آقای که ممنون شم یه معرفی کوتاهی برای مخاطبان داشته باشید. مهدی علم‌بی هستم، معمار، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. تحصیلاتمو از دانشکده هنر و معماری شروع کردم و مقطع دکترا رو در دانشگاه قزوین تکمیل کردم. خیلی عالی. و اینکه چرا اصلا معماری رو انتخاب کردید؟ خب داستان معماری یه ذره برای من خیلی بحثش مفصله. من از قدیم از همون بچگی خیلی استعداد خوبی تو بحث کارهای ترسیمی و دستی داشتم. خاطر همینم دیدم که خب معماری مهندسی تلفیق با هنره. شاید خیلی باهاش آشنا نبودم ولی میدونستم که این ارتباط با هنر داره. این داستان تا دبیرستان یعنی تا دوران نوجوانی با هم همراه بود می‌خواسته. وقتی وارد دبیرستان شدم یعنی تو اون مقطع خیلی علاقه‌مند به پزشکی شدم. و این نیت که برم بتونم کنکور پزشکی رو، حالا این موقع اینطور بود که بچه‌های پزشکی خیلی درسای ریاضیشون قوی نبود. اما مشاوره یه دوستی برای اینکه بتونم وارد پزشکی بشم رفتم دبیرستان ریاضی. به سطح ریاضی و فیزیک اون بالا باشه و بتونیم تو کنکور رقابت کنیم. اواخر دبیرستان بود که دیگه من با بچه‌های الگوز همراه شدم، همکلاس شدم و اونجا یک دفعه توی رقابتی افتادیم که یه رقابت درسایی رشته ریاضی افتادیم. یعنی دوباره یک دفعه معماری برای من شد یک آرزو. کلا یادم رفت که خیلی دوست داشتم که پزشکی بخونم یا به نیت پزشکی اومدم رشته ریاضی. شاید اون رقابته، شاید اون دوباره برگردون منو به اون گذشته. حالت اون موقع هم خیلی رقابت سخت بود تو معماری. مثلا تعداد دانشگاه‌های معماری خیلی کم بود. یعنی یادمه که سال اول که ما کنکور می‌دادیم غیر از رشته‌های سراسری، دانشگاه‌های سراسری تو آزاد فکر کنم 6 تا دانشکده فقط داشتیم. و به همین از همون موقع من خیلی دیگه واسم یه جورایی خیلی حیثیتی شد که اصلا بتونم معماری برسم که البته یه سری سختی‌هایی هم داشت. مثلا اون سالی که ما کنکور دادیم یادمه که یک دفعه سوالا لو رفت و البته یه مقدار هم ما یه ذره تو غرور بودیم و اصلا دانشگاه آزادی که مثلا نزده بودم سال اول و یه اشتباه دانشگاه سراسری از دست دادم. بعدش دوباره تلاش کردم، حتی مجبور شدم یه رشته مشابهی رو قبول شدم که نرفتم. اون موقع عمران قبول شدم و باید نمیدونستیم اون موقع سوالا اینطور لو رفته. حالا کسایی که تو اون سالها بودن میدونن تقریبا همه سوالا رو داشتم و من مجبور شدم برم سربازی. یعنی حاضر شدم به سن 18 سالگی رشته عمران رو نرم و برم سربازی. و خب در حال واسه ما که دنبال دانشگاه بودیم یه ذره سخت بود و ما اصلا مرز عراق هم افتادیم. یعنی سختی عجیبی داشت اصلا. ولی به خاطر اینکه برسم به همین رشته معماری اون شروعش خیلی شروع هیجانی و یه ذره تراژدی‌داری بودش. خیلی مجبور شدم تو شرایط خیلی سختی درس بخونم و در نهایت تو همون دوران هم قبول شدم و با یه ترم مرخصی سربازی تموم کردم و بعد وارد دانشگاه شدم. درس با آگاهی رفتیم سمت رشته. هم یه علاقه داشتید در پیادش هم یه آگاهی داشتید. معماری انقدر پیچیدگی داره نمیشه گفت خیلی آگاه بودیم. فقط میدونستم که خب کلیت کارش چیه، میدونستم که به هر حال هنر توش تاثیر داره، میدونستم یه چیزی بین مهندسی و هنر هستش. اینا همه بود و اون موقع مثلا یه جوری بود که اصلا نماد مهندسی بود دیگه. رشته معماری رشته درجه یکی هم بود چون تعداد دانشگاهش محدود بود، ارشد پیوسته داشت. همه اینا باعث میشد که خب برای ما خیلی برامون مهم. آره تو بعد اینکه تحصیلاتتون رو گذروندید همون که چطور وارد بازار کار شدید؟ خب اون موقع اتفاقا یه دوستی داشتیم که به توصیه ایشون که اون موقع تعداد معمارا خیلی کم هم بود. به سختی ما یکی رو پیدا می‌کردیم که بتونیم ازش راهنمایی بگیریم. که اصلا در مورد معماری بهمون توضیح بده. خب مثل الان اطلاعات اینقدر دیتا دم دست نبود.
یه دوستی داشتیم که معماری خونده بود و من دائم میرفتم با ایشون مشورت میکردم. خیلی توصیه کرد که حتما اول اجرا رو یاد بگیر و حرفش این بود که کسایی که میان تو آتلیه‌ها وقتی از اجرا دورن طرح‌های خوبی نمیتونن داشته باشن. من به توصیه ایشون که به نظرم توصیه درستی هم بود وارد بحث اجرا شدم. یعنی به عنوان یک کارآموز با یه فردی آشنا شدم، ازش خواهش کردم که پروژه اجراییشون باشم، ساخت و ساز می‌کردمش. این پروژهشون هم وارد شدم و همون فکر می‌کنم سال دوم دانشگاه بود، یعنی خیلی زود اتفاق افتاد. اول در حد خیلی شاید تفریح و آشنایی بود و یواش یواش راه افتادم تو اونجا تو اون پروژه، یعنی یه مقدار مسلط‌تر شدم تا به جایی رسید که دیگه تقریبا اداره کار دست من بود و این کمک کرد که تو اون مرحله خب اجرا رو یاد بگیرم و البته دانشگاه هم خب بی تاثیر نبود. تو دانشگاه هم وقتی شما همزمان تا کار اجرا هم می‌کنی دروس معماری خیلی بهتر درک می‌کنی. این اتفاق واسه منم افتاد و برعکسش هم بود و از طرفی میدونستی که چی رو باید یاد بگیری واسه کارت، چون از اون داری اجرا می‌کنی میدونستی که چی رو از کجا باید بگیری و دقتت بالاتر می‌رفت. این دو طرفه بود و این کمک کرد که بعد از اون چند سالی که اونجا بودم و یواش یواش که اجرا مسلط شدم، طراحی هم مسلط شدم. یعنی یادمه که سال اول که دانشگاه تموم شد اولین پروژه‌ای که من طراحی کردم اجرا شد که تو همون منطقه دلنجک هم بود. یعنی ساختمان 24 واحده بود به عنوان اولین طرح منم بود. یعنی مثلا من اون موقع خیلی فکر می‌کردم که خب خیلی عادیه، یعنی هر کسی که فارغ التحصیل میشه به راحتی میتونه یه همچین پروژه‌ای در اختیارش بذارن و بسازه، یعنی که اجرا طراحی کنه و اجرا بشه. چون تو این شرایط قرار گرفته بودم که البته بعدا متوجه شدم که نه ساده هم نیست، به راحتی پروژه ها نمیاد، ولی من این شانس رو داشتم که اولین پروژه‌ای که طراحی کردم پروژه اجرا هم شد. آقای دکتر صحبتتون داشتید به این قضیه اشاره می‌کردید که کارهای اجرایی که انجام دادید به درک بهتر مبانی دانشگاهیتون کمک کرده. راجع به این همون چند توضیح بیشتری به ما بدید. یعنی که می‌خواید بگید که هم تجربه هم مباحثی که ما تو دانشگاه می‌گذرونیم مکمل هم هستن. قطعا که اینجوریه. اصلا یکی از بزرگترین اشتباهات یا یکی از عواملی که باعث ناسیبا شده همینه که دانشگاه از محیط حرفه‌ای دور شده. یعنی کسایی که تو دانشگاه هستن، اساتیدی که هستن، خیلی محدود به دانشگاه و دانشجو و کارهای دانشگاهی هستن یا مبانی نظری که بیشتر دارن یا مطالعه دارن در موردش و این فاصله شون از بازار یا از کار حرفه‌ای باعث شده که تجربه خوبی رو نتونن به دانشجو منتقل کنن و دانشجو بیشتر در حد یه سری کارهای دانشجویی کارشون میمونه و وقتی وارد بازار کار میخوان بشن هیچی بلد نیستن تقریبا. برعکسش هم هست. از این ورم خب یه سری از معمارامون هستن، معمارای خیلی آوانگارد و بروزی هستن اما از بازار یه مقدار دور بودن، یعنی شاید به چند تا پروژه شاخص محدود بودن و بازار اصلی دست اینا خیلی نبودش. البته الان خیلی به هم نزدیک شدن، یعنی معمارای خیلی خوب ما هم بازار رو به دست آوردن. این بین معمارهای حرفه‌ای ما هم فاصله بین طراحی و بازار یه مقدار فاصله اتفاق افتاده بود که به هم نزدیک شدن الان خدا رو شکر، ولی تو دانشگاه نه. ما به نظر همچنان فاصله هست. معمارای حرفه‌ای ما تو دانشگاه خیلی وقت نمیذارن یا کمتر هستن. از اون ور هم کسایی که توی دانشگاه هستن کمتر کار حرفه‌ای انجام میدن، از تجربه جدی ندارن که به دانشجو منتقل بکنن و دانشجوها هم باز با ذهن تکراری دانشگاه دارن پیش میرن. خب یه استادی یه سری دوست رو همون دانشگاه داره تکرار میکنه و این باعث میشه که بعدا مشکل بکنه و همین دلیل خیلی فاصله است بین آنچه که تو دانشگاه یاد میگیریم و آنچه که تو بازار هست. اجراشون در این رشته‌ای که هم مبانی پایه لازم داره هم تجربیات اجرایی. اصلا این فاصله آسیب داره. هرچی اینا با هم یکی باشن در کنارش حتی اون بحث بازار هم مارکتینگ هم منتقل بشه بله موفق‌تر میشن. نقطه عطفی که شما وارد بازار کار حرفه‌ای شدید به چه صورت بود؟ شروعش رو عرض کردم اون موقع که با دوستان کار اجرا انجام میدادم به عنوان همکار اونها. خب تعدادی پروژه‌ای بود که ما تو تیم هم طراحیش بودیم هم اجرا و اونجا خب یه تعدادی پروژه عملا رزومه ما شد
که در واقع طراحیش انجام داده بودیم و اجراش هم انجام شد، یا تو تیم اجرا بودیم و سرانجام هم هست. تقریبا یه 5-6 تایی پروژه بودش، پروژه‌های مسکونی، و یه سری تعداد پروژه هم بود که خب طراحی کردیم و اجرا نشد. خب اون شد به عنوان یه رزومه عملا، مثلا یه تجربه خیلی خوب، یه سابقه خوب. بعد از اون یه مقطعی من مشاور یه شخصی شدم که خب سرمایه‌دارای معروف هستن، یه مدتی با ایشون کار کردم، کارهای معماریشون انجام میدادم، در واقع مشاور معماریشون بودم. باز اونجا یه مقدار کمک شد. تقریبا این واسه داستان واسه سال 90 تا 93 هستش. بعد یواش یواش خب تعداد پروژه ها بیشتر شد، حالا چه پروژه‌ای که در حد طرح موند، چه پروژه‌ای که اجرا شد. رزومه‌ای درست شد دیگه. یواش یواش به وسیله اونا پروژه‌های به ما اجرا داده میشد. حالا معمولا از پروژه‌های کوچیک شروع میشه دیگه، از بازسازی‌ها هست، پروژه‌های ویلایی هست، تا یه سری پروژه‌های مسکونی کوچیک. اینا که دیگه از یه جایی تعدادش زیاد شد، دیگه ما یواش یواش دفتر رو سازماندهی کردیم. معمولا شروع کار در حد یه نفر 2 نفر هستش که خب خیلی اسمش نمیشه دفتر هم بشه. در حد یه طراحی یک نفر شاید چند تا کار انجام بده. تعداد که رفت بالاتر، ما مجبور شدیم ساختار دفتر رو یه مقدار منظم‌تر و منسجم‌تر کنیم. یه تقریبا سال 96 97 بود که دیگه من از اون تاریخ تعداد پروژه‌مون خیلی رفت بالا. یعنی یادمه که تو همون سال 97 ما تقریبا 20 تا پروژه تو یک سال داشتیم. دیگه از اونجا بود که ما مجبور شدیم که یک نظم خیلی جدی به دفتر بدیم. یه تحقیقی کردم که حالا جالبم بود. تقریبا با 10 تا 20 تا دفتر معماری خیلی خوب پیششون رفتم، مشورت کردم، تجربیاتشون استفاده کردم، دفترهاشون رو بازدید کردم. اینو متوجه شدم که خب اینا چه تجربه‌ای دارن بابت این ساختاری که درست کردن. اون تجربیاتشون رو کمک گرفتم، یواش یواش اون ساختار دفتر خودمون رو درست کردیم. بعد باز یه ذره گذشت دیدیم که خیلی جوابگو نیست اون روش سنتی، مثلا اینکه خب ما اون تجربه خیلی بالا رو نداریم، خیلی کارا تعداد پروژه‌ها زیاد شده، یه مقدار سخت شد. دیگه اونجا بود که داستان فناوری‌ها واسه ما اومد وسط. با یه سری فناوری که از همه مهمتر واسه ما داستان بی‌آیم بود. خب ما خیلی ناشناخته بود، مثلا تو دفاتر آتلیه‌های معماری، بیشتر تو شرکت‌های مشاور اتفاق می‌افتاد. تازه وارد شد. حتی من با خیلی‌ها که مشورت کردم اکثرا گفتن وارد نشوید. حرفشون هم بودش که خیلی جا نیفتاده، خیلی‌ها بلد نیستن. ولی خب به هر حال ما مجبور بودیم، چون تعداد پروژه‌ها رفته بود بالا و نمی‌رسیدیم. یه تایم محدود زمانی به ما داده بودن و باید می‌رسوندیم. حداقل تو تولید نقشه‌ها مشکل می‌خورد. این شد که داستان بی‌آیم رو وارد دفتر کردیم. تمام نیروها عوض شدن، نیروهای جدید اومدن. حدوداً 3 سالی طول کشید که این ساختار جا بیفته. نیروهای جدید، دوباره آزمون خطا، بعضی وقتا حتی ما خیلی نمیتونستیم مشورتی بگیریم. تبدیل یه دفتر سنتی به یه دفتر پینبیس خب ریزش زیادی داره. تمام این چند سال هزینه خیلی زیادی هم داشت. در حال می‌خوایم بستر رو تغییر بدیم، پلتفرم می‌خوایم درست کنیم بابتش. و تمام اینا ما تقریبا یادمه که اون دستمزدی که بابت اون تعداد پروژه داشتیم همه رو هزینه کردیم که این بیس رو درست بکنیم. یعنی 3 سالی طول کشید. دیگه بعد از 3 سال این واسه ما جا افتاده و خوشبختانه تا الان داره به ما کمک میکنه که پروژه بزرگتر حداقل خیالمون راحت‌تر بشه. آقای توضیح ساختاری که بهش اشاره داشتید و میخوام بدونم که چقدر در مسیر حرفه‌ای کاریتون اثرگذار بوده. کاملا تغییر ایجاد کرد دیگه. وقتی در مورد این ساختار صحبت میکنیم خیلی بحث مفصلیه. اینکه مثلا ما میگیم 3 سالی طول کشید چون واقعا کار سختی بود. اینکه اصلا یک دفتری که فرد محور، شخص محور، میخواد تبدیل بشه به جایگاه محور، اینکه شناسنامه‌های شغلی ایجاد بشه، اینکه بحث ایزو و استانداردسازی دفتر و افرادی که توش کار میکنن خیلی بحث مفصلیه. کسایی که حالا دفاتر مشاوره یا حرفه‌ای دارن با این قضیه خیلی بیشتر آشنا و واسه مقیاس‌های بزرگه. اینکه مثلا اینو بیاریم توی مقیاس اتلیه معماری کوچیک خب کار سختی بود. البته که خب ما هدفمون این بود که این بستر آماده شه که بتونیم بریم به سمت دفتر بزرگتر شدن. یعنی می‌خواستیم یه مقدار فکر می‌کردیم که تو 10 سال آینده شاید حداقل از نظر تعداد نیرو خیلی بیشتر از
این چیزی که الان هستیم باشیم، به خاطر همین بسترش رو بردیم به این سمت. شاید مثلا تو نگاه اول انقدر ضرورت نداشت، حتی بعضی وقتا شاید ما احساس می‌کردیم زیاده روی هم کردیم، اما نگاهمون واسه آینده بود و در هر صورت واسه ما خیلی کمک کرد. ببینید قدیم اینطور بود، یعنی در گذشته دفاتر حرفه‌ای می‌شدن که معمولاً معمارهای اصلی اونا از نظر سنی تقریبا تجربه بالای 50 سال داشتن. ولی خب الان یه مقدار واسه زمان ما تلاش کردیم اون تجربه نداشته رو با این فناوری‌ها با این ساختارها درستش بکنیم. خاطر این آره تقریبا شاید اغراق نکنم اون ره 10 ساله تجربه خیلی از دفاتر گذشته رو ما تو 3 سال گذروندیم. و اتفاقی که واسمون افتاد، خب تعداد پروژه‌ها با سرعت خیلی خوبی انجام شد، دقت‌ها خیلی رفت بالا، سازمانمون، ساختارمون حفظ شد، یعنی هیچ آسیبی ندید. و کسایی که آتلیه دارن میدونن با کم و زیاد شدن یه نیرو یا مدیریت نیرو چقدر کار سختیه. من اینو همیشه به بچه‌ها میگم، مثلا تو دفتر معماری آخرین کار طراحیه، مثلا شاید کم چالش ترین قسمتش طراحی باشه. 70-80% کار همش مدیریته. اگه شما ساختار مدیریتی رو درست بکنید، خب طراحی هم میاد. و برعکسش، اگه ساختار درست نباشه، با اولین پروژه یا با یک پروژه بشه 3 تا پروژه، ممکنه که همه چی از دست بدید. حتی ممکنه که اصلا تو مدیریت هزینه‌هات مشکل بخوره، یعنی ما چند تا پروژه باز آسیب ببینیم. پس ما دست گذاشتیم اون بخش مدیریتی، اون قسمت ساختار مدیریتیش رو روش کار کردیم، جایگاه‌ها رو درست کردیم، ایزو استانداردسازی کردیم و این خیلی کمک کرد که بعدا هر پروژه‌ای که میومد موفق بشه، حداقل از نظر کمی، از نظر زمانی و بله و پروژه‌های بعدی رو بیاره و تونستیم با نیروهای کم پروژه‌های بیشتری رو انجام بدیم. از نظر مقیاس هم خب این کمک شد. ما تونستیم در عرض چند سال با از یه سری پروژه‌های مقیاس کوچیک‌تر به پروژه بلند مرتبه یا مقیاس‌های خیلی بزرگتر هم برسیم. آقای دکتر، توی صحبتتون فرمودید که آخرین توی دفتر معماری آخرین چالشی که ما داریم طراحی. من می‌خوام بدونم که چالش‌های دیگه هستش یا چالش‌های توی دفتر معماری ممکنه بیشتر حائز اهمیت باشه، چی می‌تونه باشه؟ وقتی از دفتر حرفه‌ای صحبت می‌کنیم، بحث بیزینس مطرح میشه. یعنی مثلا خیلی تو دنیا بابه به بیزینس آف دیزاین، یعنی بیزینس یا تجارت هنر یا طراحی. یعنی چی؟ یعنی که اصلا یک دفتر معماری یک بنگاه اقتصادیه در مرحله اول. اینکه باید تعریف کنی که این پروژه با چه شرایطی وارد بشه، با چه قیمتی تعریف بشه، چه تعداد نیرو این کار بکنن، که بحث هزینه ها میشه. پس اولین درجه ما باید هزینه و مدیریت اقتصاد رو داشته باشیم. ساعت کاری که نیروها باید این پروژه کار کنن، قیمت دهیمون. پس اولین بحث مدیریت اقتصاد و هزینه است. مدیریت نیرو انسانی که اصلا دیگه مهمترین چالش دفتر است. یعنی عملا باید یه روانشناس باشی، یک رهبر باشی به جای یه رئیس و در این حال درکشون بکنی، مثل کسی که شطرنج بازی میکنه. خب هر کدوم یه ویژگی دارن، یکی فرض کنید که تو شطرنج یکی ویژگی رخو داره، یکی ویژگی پیل و سربازو داره. شما باید بتونی با اینا بازی بکنی و بهترین نتیجه رو ببری. پس دومیش میشه بحث مدیریت نیروی انسانی. بحث برندینگتونه که خب تو معماری خیلی سخته و به صورت غیر مستقیم این کار انجام بشه. بحث بازاریابیه که حالت معمول بازاریابی طولانی هم داره که باید بتونی با یه تکنیکای اینو سرعتش رو بالا ببری که حالا بعدا میشه در موردش صحبت کرد. بحث استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روزه، بحث آموزشه، بحث مدیریت بحران که اصلا کجا چه زمانی چه تصمیمی بگیری. و تمام این بحث‌ها، این مدیریت‌ها که خودت آموزش بدی، آموزش ببینی، تمام اینا انقدر چالش و سختی داره که خب تمام مدیریت دفتر همین میشه. یعنی که شما بتونی پروژه رو بگیری، تعریف کنی، بیاری، اداره کنی و خروجی موفق داشته باشی. به خاطر همین طراحی شاید اینجا انقدر سخت نباشه. اتفاقا یکی از بزرگترین اشتباهاتی که دانشجوها دارن یا حتی خیلی از اساتیدی که تو دانشگاه هستن همین. تصورشون اینه که صرفا من یک استعداد هنری و طراحی دارم کافیه و من میتونم برم مستقل شم و آتلیه داشته باشم. حتی نیروهایی که تو دفترهای ما کار میکنن هم همین هستن. بعد از چند وقتی توی دفتری کار میکنن، مخصوصا کسایی که بخش بیشتری از پروژه دستشونه،
و یه جایی به بعد این تصور ایجاد میشه که خب همه کارا ما داریم انجام میدیم، خب چرا من مستقل نباشم؟ در حالی که اونا نیروهای با استعدادی هستن و این نیروهای متخصصن، نیروهایی هستن که باید سر یه ساعتی بیان تمرکزشون رو کامل روی پروژه بذارن و موفق هم میشن. اینکه بتونن مولتی فانکشن باشن، تمام این بحث‌ها و چالش‌ها و بحران‌ها رو بتونن همزمان اداره کنن با این شرایط اقتصادی و بحران‌هایی که داریم، بتونن اینا رو اداره بکنن. یعنی در این حال که شما باید مدیر باشید، در این حال باید یه بیزینسمن هم باشید، یعنی باید پیش بینی بکنید اقتصاد کجا باید این هزینه رو انجام بدید، کجا انجام ندید. همه این چالش‌ها اصلا باعث میشه که اصلا دفتر معماری چیزی به اسم صرفا اولش طراحی نه، بعد بخش دومش هم بحث مهندسیشه، بحث فنیشه. خب اونم نیازمند تجربه بالاست، تجربه‌ای که باید داشته باشی تا بتونی پیش بینی کنی و کارتو بهترین شکل پیش ببری. بله. تمام اینا دست به دست هم میده، اصلا دیگه شاید مثلا طراحی انقدر اینجا مهم نباشه، هرچند که به هر حال تمام این مجموعه میشه دفتر. بله. فقط این طراحی حکم فرما نیستش. اصلا وقتی یه پروژه‌ای موفق میشه، پروژه‌ای که ساخته شده و موفق میشه، ما متوجه میشیم که از چه فیلترهایی، از چه سختی‌هایی رد شده. اصلا اینا فقط بحث طراحیش بود، خود اجراش، همراه شدن با کارفرما، اینکه بتونی کارفرما رو توجیه بکنی، اینکه تو روند اجرا با اقتصاد و بازار همراه باشی و حال بعضی از متریال‌ها کم میشن، تغییرات قیمت رو داریم، مشکلات اقتصادی کارفرما، سلیقه خودش، اطرافیانش، کسایی که روش تاثیر میذارن. تمام این قوانین بالاسری، قوانین محدود کننده، همه اینا که میاد وسط، اون وقت متوجه میشن اگه یه پروژه‌ای موفق شد چه مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرده، نه صرفا یه استعداد طراحی. آقای دکتر، به نظر شما برندینگ و مارکتینگ چقدر میتونه تاثیرگذار باشه تو دفتر معماری؟ ببین متاسفانه اصلا تو دفاتر معماری چیزی به اسم، حالا اگه برندینگی هم یه چیزی در حد خیلی سطحی باشه، اصلا چیزی به اسم مارکتینگ ما ندیدیم. خب ساختمان‌ها معمولا دیگه حداقل با تکنولوژی فناوری که تو ایران هست، معمولا یه چیزی حدود 2 سال تا 3 سال طول میکشن، مخصوصا اوایل کار که خب تعداد پروژه‌های کسایی که تازه وارد بازار شدن خیلی کم هم هست و بعد صبر کنن تا این زمان بگذره، پروژه آیا موفق بشه نشه، دوباره پروژه بعدی رو بگیرن و خاطر همین زمان خیلی زیاد میبره. عملا برندینگی خیلی جدی نیست، برندینگ سینه به سینه است. یعنی یک پروژه تموم بشه، موفق بشه، اگر موفق شد نفر بعدی معرفی کنه و به همین دلیل موفقیت تو معماری خیلی زمان بره، ممکنه که ده‌ها طول بکشه و متاسفانه خب نیاز داریم که یک برندینگ دیگه هم بیاد به این اضافه بشه، حالا از این سری دانش‌های روز استفاده بشه واسه معرفی بهتر. حالا الان یه دیجیتال مارکتینگ ها اومده کمی کمک کرده دیده شدن، ولی هنوز کسی خیلی جدی رو این هست. اصلا خیلی از معمارها حتی سایتاشون آپدیت نیست، حتی تو اینستاگرامشون خیلیاشون فعالیت نمی‌کنن. این کمک نمی‌کنه تقریبا، یعنی باعث میشه که خیلی سرعت بالا نمیره تو معرفی. این بزرگترین ضعف ما هست، یعنی عملا چیزی اسم برندینگ و مارکتینگ نداریم. نهایتش یه سری مسابقات هستش که دوستان شرکت میکنن، موفقیت هم به دست میارن، ولی فکر میکنم اینا بیشتر درون صنفیه، یعنی بیشتر اعتبار درون صنف رو به ماها میده. شاید کارفرما اینقدر دنبال این موارد نباشن. ما ندیدم اگر کسی از رتبه فلان آورده باشه بعدش که پروژه‌اش خیلی زیاد شده باشه. یعنی بیشتر این فقط اعتبار درون صنفه و این کافی نیست واسه برندینگ. یا سخنرانی‌ها و معرفی‌هایی که تو نمایش‌های برنامه هست، به نظرم اینا خیلی خوبه ولی خیلی کافی نیست و ما احتیاج داریم که از دانش‌های به‌روزتری که برندینگ استفاده کنیم تا این سرعت رو بالاتر ببره. هرچی سرعت گرفتن پروژه‌ها و تمام شدن اینا بیشتر شه، خب کیفیت شهر هم بالاتر بیاره. ولی متأسفانه حالا ما اینو نداریم و عملا بیشتر برندینگ ما سینه به سینه است تا به یه جایی برسه که پروژه‌ها بیشتر شه و دفاتری که تعداد پروژه‌هاشون هم بیشتر میشه که اصلا فرصت نمی‌کنن وارد معرفی بشن. آقای دکتر، قبل از اینکه بخوام سوال آخر ازتون بپرسم، خب سوال شخصی رو بپرسم، یکی از پروژه‌هاتون بپرسه. خب یه ذره جواب دادن به این سوال برای ما یه ذره سخته. خب اولا همه اینا مثل بچه‌های ما میمونن دیگه که دوست داریم به
سرانجام برسن. خب بعضیاشون هم شاید همون حالت طراحی بمونن. اما خدا رو شکر که این سالهایی که کار کردیم تعداد پروژه هامون تقریبا نزدیک به کنم 80 تا پروژه داشتیم. متنوع بودن، کاتگوری‌های مختلف بوده، از پروژه‌های کوچیک مقیاس ویلایی بوده تا مجتمع‌های تجاری 100,000 متری. یه ذره سخته که بگیم کدوم و همیشه این مثال رو تو دفتر می‌زنیم. پروژه بعدی ما بهترین پروژه‌مون هست. یعنی نمیشه بین اینا خیلی، حالا شاید بعضی از پروژه‌ها موفق‌تر بودن، جایزه‌ای داشتن، بیشتر دیده شدن، ولی برای خود ما اینجوری نبوده. یعنی خیلی بیشتر دنبال ما داریم تمرین می‌کنیم. یعنی نمیتونیم بگیم خیلی اثرگذار بودیم. ما داریم کسب مهارت می‌کنیم. من همیشه مثالی می‌ذارم، میگم مثل کسی که می‌خواد موسیقی یاد بگیره، روز اول وقتی بهش یه ویولون میدن نمیتونه به راحتی یک موسیقی تولید بکنه، یعنی خودش نوت بنویسه. مجبوره که یک سری نوت‌ها رو اول تمرین کنه، مهارت پیدا بکنه، بعدش بتونه اثرگذار بشه. ما داریم تمرین می‌کنیم فعلا. یعنی به نظرم همین که بتونیم یه نیازها رو برآورده بکنیم، یک نقش کوچیکی تو تغییر زندگی و کیفیت زندگی رو داشته باشیم، همین کافیه تا بعداً بتونیم بیشتر اثرگذار باشیم. چون تو مرحله تمرین هستیم، هر کدومشون یه جور برای ما یه کیس استادی بودن، یه تمرین مهارت بودن. فعلا نمیشه خیلی به نظرم گزینه انتخاب کرد. و اینکه چون شما هم در حوزه آکادمی خیلی فعال بودید، چه اساتید دانشگاه بودید و هم در بازار کار، میخوام بدونم که شما چه توصیه‌ای برای دانشجوها، برای کسایی که میخوان وارد این بازار کار بشن، از کجا شروع کنن؟ این خیلی سوال همه دانشجو هست. یعنی اولین چیزی که از ما میپرسن، خب واسهشون آینده خیلی مبهمه. همه سوالشون اینه که اینا از کجا شروع کردن، معمارها از کجا شروع کردن. حتی یه پیش‌فرض خیلی بدی هم هست تو ذهن خیلی از افراد که اگه کسی موفقیت هم داره قضاوت میشه که مثلا چه اتفاقاتی به اینجا رسیده. من همیشه مثال میزنم، میگم دیدید دیگه دور و براتون خیلی‌ها هستن پدراشون سازندن، اما به هیچ عنوان حاضر نیستن ساده ترین بخش کارشون رو در حد یک بازسازی کوچیک رو به پسر یا دخترشون بدن. یعنی حتی انتخاب بعضی از متریال ها هم به فرزندای خودشون که فارغ التحصیلن اعتماد نمیکنن. چطور ممکنه که کسی که مثلا این میلیارد میخواد هزینه بکنه و بحث زندگیشه یا به راحتی به خاطر یه رابطه اینو به یک معماری بده که تجربه نداره؟ پس این عملا شدنی نیست. و تمام این معمارهایی که الان موفقن مثلا مسیر سخت معماریت خودشون گذروندن. اکثرا خب شروع معماری شاگردیه. اکثر معمارای شاخص ما تو دفاتر معماری موفق شاگردی کردن سالها. این کامل تو رزومه‌ها مشخصه. اونها هم قبلش، خود استادای اونها هم قبلا شاگردی یه سری اساتید دیگر کردن. یعنی سالها تو اون دفتر کار کردن، یاد گرفتن، راه افتادن و این تو کل دنیا این هست. نگاه کنید معماری بزرگ دنیا همین اتفاق واسهشون افتاده. یعنی دانشگاه کافی نیست. نمیشه گفت دانشگاه ضعیفه یا دانشگاه ضعیفه. دانشگاه خب ما دانشجو دیگه باید خودت تلاش کنی و بتونی یه جوری اطلاعات بیشتری از اساتید بگیری یا حداقل هر چی که بهت میدن بتونی دریافت کنی. مثلا همیشه توصیه میکنم دانش مرحله اول هر آنچه که تو دانشگاه بهتون میگن رو دریافت کنید. خیلی دانشجو معمولا از ترم دوم به بعد بیشتر قبول ندارن. یعنی خب حالا که شما وارد شدید هر چی بهتون میدن رو بگیرید. هر کسی اصلا فرض کنید تواناییشون کم باشه، همون رو دریافت کنید. یعنی صد خودتون رو بذارید حتی اگر دانشگاهتون ضعیفه یا مدعی هستید که اساتید کافی نیستن. مرحله بعدی، خب بعد از اینکه دانشگاه تموم شد باید شما کارآموزی کنید توی دفتر خیلی خوب. اما ما تعداد دفترهای معماری ما خیلی محدوده. ما چند تا دفتر فعال تو ایران داریم. در ازای میلیون ها معماری که فارغ التحصیل دارن میشن سالیانه چند تا دفتر داریم. زیر 100 تا دفتر فعال داریم. شاید 50 تاشون خیلی فعال هم باشن خوب شده. زیر 100 تا یا 200 تا معمار شاخص ما داریم. چقدر اینا شانس دارن که تو این دفاتر کارآموزی کنن؟ تقریبا هیچی. خیلی باید اتفاق بیفته. اولا که باید مهارتاشون رو بالا ببرن. اون بحث سواد و آموزش بود که تو دانشگاه بود. بعد مهارت، با مهارت نرم افزاری یکیشه. مهارت روابط عمومی و گفتاری و اینا هم خب بهش اضافه کنیم. بعد که اینا خب قوی شد، اگر تونستن دفاتر معماری خوب
حتما کارآموزی کنن. شاید اگر یه مقدار شرایط مهارتشون بالا ببرن شانس رو داشته باشن و اگر نشد چی؟ خب چند نفر مگه میتونن توی دفتر رو کار بکنن؟ اگر نه من همیشه توصیه میکنم اون یه داستان جذب رو شنیدید دیگه، خیلی تغییرش میدن، ولی خب اصل داستان جذب اینه که شما باید کاملا خودتو درگیر اون موضوع بکنید. وقتی که همه وجود با اون موضوع درگیر باشه خب معلومه اطلاعات بهتری رو جذب میکنی، شرایط بهتری برای خودت میسازی، از شانسات بهتر استفاده میکنی. من همیشه میگم مثل داستان زندگی ما مثل تخته میمونه، مثل بازی تخته میمونه. بازی تخته آیا تابع شانسه؟ نه خیلی. شانس توش خیلی مهمه ولی مهم بازی توه. اگه شما درست بازی بکنی از اون تاسه هم بهتر استفاده میکنی. چون اگه بازیت خوب نباشه شاید یه دستم روی اتفاق بیفته ولی جا میمونی. پس بالا بردن مهارت، اینکه شما مهرات خوب بچینید، همینه که بله باید تو دفتر خوب باشید، زندگی معمارها رو پیگیری بکنید، همایش‌ها برنامه خوب معماری رو برید، مسابقات رو دنبال کنید. یعنی به این وسیله خب الان فضای مجازی کمک داره میکنه. من میگم اگر شانس نداریم تو دفاتر باشیم، زندگی و خط فکری و پروژه ها و جوایز و اینا رو باید پیگیری بکنیم. یعنی به جایی برسه که برای ماها همینطور هست دیگه. ما حتی اگر یک پروژه رو معمارش رو نشناسیم و جلوش رد شیم حدس میزنیم که مال فلان کس هست. خب اینا باید به اونجا برسن. پس این لازمش اینه که شما همه زندگیتون درگیر معماری بشه. خب فضای مجازی این کمک رو میکنه. پس به نظرم اگر شرایط کارآموزی نیست، مرحله اول اینه درگیر بشن، بعد یواش یواش مسابقات شرکت کنن. خب مسابقات حتما مرحله اول باخته، اکثرا شانس باختمون خب خیلی بالاتر. یواش یواش تو مسابقات محدودتر، یواش یواش تو به این ترتیب یه مقدار لول آپ که بشن، خب شانس بیشتری پیدا میکنن تو این دفعه حضور داشته باشن. و خیلی هم پیشنهاد میکنم خیلی دنبال مستقل شدن نباشن. مثلا میگم اون داستان مدیریتی انقدر سخت و چالش برانگیزه که به نظرم این که شاگردی یک معمار خیلی خوب بکنید راه موفقیتشون خیلی بیشتره تا اینکه دنبال یک کار خیلی سطحیه. به قول دوستان میگن مثل اینه که شما توی اتاق کوچیکی روپایی تمرین بکنی، مثل کسی هم میمونه که توی تیم حتی مثلا زمین خاکی بازی بکنه. اون کسی که داره توی لیگ ضعیف‌تر بازی میکنه بعد از چند سال اون تیم ورک رو یاد میگیره، کار قوی رو یاد میگیره، میاد بالاتر لیگ‌های بهتر. کسی که داره روپایی فقط تمرین میکنه فقط صرفا یک روپایی زن میمونه و هیچ وقت فوتبالیست نمیشه. پس حتما وارد کارهای تیمی بشن، حتما وارد دفاتر بشن. ذره ذره زمان هم میبره. بله، و از پروژه‌های کوچیک تمام معمارا هم از پروژه‌های کوچیک‌تر شروع کردن، از یه بازسازی ساده همش محل است دیگه. اجرا کن طراحی کن، دوره اجرا طراحی نتیجه تا بالاخره این زمان اولیه بگذاره، ریشه‌ها قوی بشه، بعدش دیگه با سرعت روند رشدش. بله پیش میره. آقای دکتر مرسی از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و بحث جذابی که مقابلی شد. مرسی از زحماتتون.